پایان پدیده شوم اعتیاد به مواد مخدر در ولسوالی واخان بدخشان. ولسوالی واخان ولایت بدخشان میگوید که امارت اسلامی با برنامه‌های منظم و جدی اعتیاد به مواد مخدر را در این ولسوالی به صفر رسانده است. به گفته ولسوالی واخان، پیش از امارت اسلامی حدود 300 نفر در این ولسوالی معتاد بودند، اما اکنون تا 15 نفر معتاد مانده و سوی حکومت برای درمان به مرکز این ولایت انتقال می‌یابند. ما در گذشته تقریبا 360 معتاد در ولسوالی واخان داشتیم که از برکت امارت اسلامی سے ایمار یزی به 15 نفر رسیده. که 15 نفر هم این پیش روتان است که اینا را ان شاء الله امروز در منطقه سوار میکنیم و طرف مرکز به بیستر روان میکنیم و دیگه معتاد ما صفر شده. شماری از معتادان که برای درمان گردآوری شدند میگویند که مواد مخدر زندگی آنان را تباه ساخته و از این که حکومت برای درمان و ترک اعتیاد آنان اقدام کرده است نهایت خرسند هستند. یک تویتر که 2000 روپیه سرمون سودا میکنن. که متد است مجبور میخریمش. مدت 2 سال که در تریاک متد شده، ولی حکومت امارت اسلامی چی کرده که در همین متد چیز ما را بیشتر میبریم، در ما رضا هستیم. 4 سال 5 سال که مریض هستم، دمی بعد متد شدم، فشارم بالا میره. 4 سال است که کار باری صحیح نمیتونم. نمیشه غفلتگی است میگم. بعد متد شدم، هیچ چیزی به درد من نخورد. در همین حال قماندان امنیه ولسوالی واخان میگوید که خرید و فروش و استعمال مواد مخدر نیز در ولسوالی های مرزی به ویژه واخان به صفر رسیده و کسانی که در این ولسوالی معتاد بودند زیر درمان قرار دارند. الحمدلله در اینجا دیگه از طریق دروهای امنیتی و از طریق زورمند و کلام چیزی هیچ چیز وجود نداره که کسی به زورش در اینجا مواد مخدر بیاره سودا کنه یا چی بکنه. در اینجا هیچ وجود نداره. دیگه در بخش چیزش ما 45 روز بعد ما معتادین به لیست میگیریم، دیگه موتر برشون میگیریم میبرن میرسونشون در شفاخانه مواد مخدر اینا تداوی میشن. این در همین کل بگیم که در همین اوضاعی که فعلا در ولسوالی تقریبا 5 شورا در 5 شورا ما یکم 6 ماه یا 5 ماه بگیریم که ما سروی کردیم 300 چند نفر معتادین بود که امروز ما این خطام بچه‌ش میبینید که ما جمع آوری کردیم 8 نفر پیدا کردیم. از 300 چند دیگه معتادش هم مگیش فعل خدا تداوی شده، بسیار به تداوی خوبش از چیز برآمده است، هیچ مشکل وجود نداره. واخان از ولسوالی های دوردست و سخت گذری کشور است و در اداره پیشین شماری زیادی از باشندگان این ولسوالی معتاد مواد مخدر بودند، اما امارت اسلامی توانست همه معتادان را در این ولسوالی درمان کند. بیگ محمد احمدی، حریت نیوز، ولایت بدخشان.